بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین روزداران محترم، به اطلاع عزیزان رسانیده می شود که زکات فطریه در سال جاری از طرف دفتر مرجع فقیه حضرت آیت الله عظمای محقق کابلی رحمت الله علیه زیر نظر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای فاضلی مد ظله العالی در افغانستان فی نفری 90 افغانی تعیین شده. دیگه مؤمنین انشالله در روزی که عید اعلان میشه، پیش از آنی که بره در نماز عید شرکت بکنه، انشالله اینمی مبلغ تعیین شده را حتما انشالله ادا بکنه و برای فقرا پرداخت بکنه. دیگه قابل یادآوری این است کسایی که در خارج در کشورهای مختلفه، دیگه از طرف مرجع فقیه آیت الله عظمای محقق کابلی رحمت الله علیه زیر نظر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای فاضلی مد ظله العالی یک جدول تعیین شده که دیگه همه کشورها در اون برآورد شده، تعیین شده. دیگه مؤمنین انشالله و جدول در فضای مجازی هم است و دفتر حضرت آیت الله عظمای محقق کابلی رحمت الله علیه در اینجا وجود داره. کسانی که مایل باشه انشالله در اینجا مراجعه بکنه، یا در فضای مجازی هم هست، شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شده، انشالله میتونه که از اونجا استفاده بکنه. خدای متعال انشالله طاعات و عبادات عزیزان قبول بفرمایه. دیگه عیدی توأم با خوشی و عزت و سربلندی را برای امت اسلامی افغانستان و همه مؤمنین در تمام جوامع اسلامی آرزو میکنم.